حال لاست موشن یا خلاصی کلاویه. زمانی که کلاویه به این صورت خلاصی داشته باشه، نیرو بلافاصله به سر چکش منتقل نمیشه. برای اینکه بخوایم این ایراد رو برطرف کنیم، این قطعه پایین به اسم اینو در جهت عکس عقربه‌های ساعت میچرخونیم که این خلاصی برطرف بشه با یه همچین وسیله یا یه وسیله مشابه مثل این که بتونه داخل این سوراخ‌ها بره. زمانی که چکش‌ها به یه سیم برخورد میکنن یا به اصطلاح به همه سیم‌ها برخورد نمیکنن، مثل این حالت که به سیم کناری برخورد میکنه ولی به سیم اینوری برخورد نمیکنه. برای اینکه بخوایم ایراد رو برطرف کنیم، باز همین پیچ همرباد اسکرو که این قسمت پایین هست رو شل میکنیم، کلاویه رو روی دو تا سیم همه رو روی دو تا سیم تنظیم میکنیم و پیچ رو صفر میکنیم که الان به دو تا سیم برخورد میکنه. اگر دنبال محتوای ارزشمند هستید، پیج جوان میوزیک رو فالو کنید. اگر ویدیو براتون مفید بود، با دوستانتون اشتراک بذارید. هر گونه سوال در مورد کوک و رگلاژ پیانو داشتید، زیر همین پست برام بنویسید که به شما پاسخ داده بشه.